سلام، امید هستم از مجموعه دیلاک و در این کلیپ میخوایم در مورد قفل‌های برقی صحبت کنیم. با گسترش تکنولوژی، یکی از مواردی که در دنیای مدرن و خانه‌های هوشمند خیلی محبوب شده، قفل‌های برقی یا قفل‌های الکترونیکیه. این قفل‌ها برای باز شدن یا قفل شدنشون از جریان الکتریکی که اغلب هم 12 ولت هست استفاده میکنن. البته لازم به ذکره که این قفل‌ها معمولاً مکمل یک سیستم امنیتی هستند و به خودی خود فقط با قطع و وصل شدن جریان برق باز و بسته میشن و یک دستگاه جانبی که میتونه اکسس کنترل یا اتوماسیون یا سیستم هوشمند باشه، اول کار احراز هویت رو انجام میده و پس از اون با برقدار کردنشون بهشون دستور باز یا بسته شدن رو میده. قفل‌های برقی به دو دسته کلی تقسیم میشن که اون دو دسته فیل سیف و فیل سکیور هست که در واقع به نحوه عملکرد قفل در مواقع قطعی برق اشاره میکنه. حالت اول که فیل سیف یا به فارسی ایمن در حالت قطع هست، به این معنیه که در این نوع قفل‌ها زمانی که برق قطع میشه قفل به حالت باز در میاد. این نوع قفل‌ها معمولاً برای مکان‌هایی استفاده میشن که در زمان‌های اضطراری مثل آتش سوزی نیاز هست که درها باز شن تا افراد بتونن به سادگی از ساختمان خارج شن. مورد بعد قفل‌های فیل سکیور یا به فارسی امن در حالت قطع هست. این نوع قفل‌ها زمانی که برق قطع میشه قفل بسته میمونه که اکثرا برای مکان‌های مناسب است که امنیت در اولویت اول هست براشون و نباید در صورت قطعی برق درها باز شن. پس اگر دوباره بخوایم یک ریویو داشته باشیم، فیل سیف یعنی در حالت قطع برق قفل باز میشه و فیل سکیور یعنی در حالت قطع برق قفل بسته میمونه که در ادامه این کلیپ با مثال بهتون نشون میدم این مسئله رو. در مورد مدل‌های مختلف قفل‌های برقی بخوام براتون توضیح بدم، مدل‌های زیادی وجود داره که چند مدل معروف و پرکاربردش رو براتون توضیح میدم. اول قفل‌های زبانه‌دار یا مقابل برقی است. قفل‌های زبانه‌دار که در بازار ایران به قفل‌های مقابل برقی معروف هستند، یکی از پرکاربردترین انواع قفل‌های برقی است که با توجه به سهولت نصب و قیمت مناسب و عمر بالایی که دارند تبدیل به یکی از پرکاربردترین قفل‌ها شدن. این قفل‌ها به دلیل اینکه در چهارچوب درب نصب میشن، نصبشون بسیار ساده است و به خاطر اینکه از بیرون دیده نمیشن، زیبایی بیشتری نسبت به قفل‌های مشابه دارند و همچنین به خاطر اینکه در زمان قطعی برق خود به خود باز نمیشن، در دسته قفل‌های فیل سکیور جا میگیرن. مورد دوم قفل‌های پیستونی یا سلونویدیه. قفل‌های سلونویدی یا پیستونی با توجه به قیمت مناسب، سهولت نصب و کارکرد خوبی که دارند، جزو یکی از پرمصرف‌ترین قفل‌های بازار هستند. روند کارشون به این صورته که با وصل شدن جریان برق که معمولاً هم 12 ولت هست، پیستون قفل در این قسمت حرکت کرده و زبانه یا شفت قفل را به جلو یا عقب هدایت میکنه. این قفل‌ها مناسب درهای چوبی، فلزی، آلومینیومی، علل خصوص درهای ریلی که محدودیت‌های زیادی از بابت قفل شدن با قفل‌های برقی دارن هستند. مدل‌های مختلفی هم دارن. این مدل مثلا توکار هست. این مدل روکار این قفل هست که روی درب نصب میشه اگر امکان نصب در حالت داخل ندارد. یا این مدل معروف به کابینتی هست. زمانی که برق وصل میشه پیستون عمل میکنه و زبانه این قفل رو به داخل میکشه. مورد بعد قفل‌های مغناطیسی یا مگلاک یا همون مگنتیک لاک ها هستند. این قفل‌ها در بازار ایران به قفل‌های آهن ربایی معروف هستند. نصبشون بسیار ساده است و معمولاً به صورت سطحی نصب میشن. از تنوع زیادی در قدرت مگنتشون برخوردارند که معمولاً از 60 کیلو شروع میشه و تا 500 کیلو و حتی بیشتر هم ادامه داره. باید اینو هم ذکر کنم که همه قفل‌های مغناطیسی با توجه به اینکه جریان مغناطیس توسط نیروی برق به وجود میاد و با قطع شدن برق از بین میره، در دسته قفل‌های فیل سیف جا میگیرن. به این منظور که با قطع شدن جریان برق قفل باز میشه. مورد بعد که آخرین دسته قفل‌ها هست، قفل‌های موتوری یا موتور لاکس ها هستن. قفل‌های موتوری که بیشترین کاربرد اونا در دستگیره‌های هوشمنده، به روش مخالف قفل‌های سلونویدی عمل میکنن.
در این قفل‌ها زبانه و شفت قفل از قبل در چهارچوب در قفل شده و تا زمانی که توسط اکسس کنترل یا صفحه دستگیره هوشمند که توسط یک کارت یا کد یا اثر انگشت یا سایر روش‌های احراز هویت رو انجام میده، موتور قفل رو جمع میکنه و درب رو باز میکنه. این نوع قفل‌ها معمولاً امنیت بالاتری رو نسبت به بقیه قفل‌ها ارائه میدن و باز هم در دسته فیل سکیور جا میگیرن، به این معنی که زمانی که برق قطع میشه قفل باز نمیشه. امیدوارم که این کلیپ به دردتون خورده باشه. برای اطلاعات بیشتر در مورد قفل‌های برقی، دیدن تنوعشون، قیمتاشون و خریداشون میتونید به وبسایت ما سر بزنید. روز خوش، خدا نگهدار.